سلام دارم خدمت همه بینندگان و شنوندگان برنامه ایسکرا. من آسو حسین زاده با برنامه دیگر از برنامه کولبران و سوختبران در خدمت شما عزیزان هستم. موضوع برنامه امروز سرکوب، دادخواهی و مقاومت اجتماعی در ایران امروزه. در سال 2026 یعنی همین ژانویه 2026 صدها نفر از مردم محروم و واقعا ستم دیده ایران تا معترضان خیابانی کشته، زخمی و بازداشت شدند. خانواده ها نه تنها داغدار بلکه تحت فشار و تهدید دائمیه. دو مهمان عزیز داریم امروز، مرسده قائدی از دادخواهان خاوران و هژار علیپور از یکی از مسئولین کانال کولبران و سوختبران. به مهمانان عزیز خوش آمد میگم. سوال اولم رو از مرسده قائدی شروع میکنم. مرسده قائدی، در شرایطی که خانواده‌های داغدار و دادخواه هدف سرکوب، احضار، پرونده سازی، چه اقدام‌های عملی لازمه تا از این خانواده‌ها حمایت بشه، همبستگی میون اونها تقویت بشه، یعنی تقویتش کرد و جنایت علیه مردم افشا بشه؟ منم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزم و امین تجار عزیز. در ابتدا با اجازه شما از همین تریبون میخوام استفاده کنم. برنامه ما به یاد قهرمانان، به یاد تمام نوجوانان، جوانان، بچه های ما که برای آزادی و رفاه رفته بودن، برای زندگی انسانی رفته بودن ولی قتل عام شدن. قتل عامی که هنوز آمار نداریم، ولی همه اینا زندگی بودن. اینا اسم نیستن، اینا عدد ریاضی نیستن، اینا شادی بودن، اینا همشون دنبال یک زندگی انسانی. من علاوه بر اون نکاتی که آسیا از شما گفتیم، یه اتفاق دیگر هم این دوره افتاده. تمام فشارهایی که به خانواده دادخواه میاد، پیکر دزدیه. پیکر فرزندان ما دارن میدزدن، دارن قیمت میذارن. همین این فشارها علاوه که بر پیکر میاد، ساعتها خانواده ها باید بگردن دنبال پیکر فرزندانشون و وقتی پیدا کردن با بیشرمی تمام بهشون میگن خب به ما پول بدید. از 700 میلیون شده 4 میلیارد و روزانه داره میلیارد اضافه میشه. اگر نمیخواید براتون کارت بسیجی صادر میکنه. نه، بچه های ما بسیجی نیستن، بچه های ما قهرمانان، بچه های ما جنایتکار بسیجی نیستن. بنابراین اگر صحنه ها رو حتما بینندگان عزیز دیدن، در همون به دنبال گشتن پیکرهای عزیزای ما یه همبستگی در خانواده ایجاد شده. ما میبینیم در کنار هم نیستن و با هم دارن سوگواری میکنن. در این مقطع تاریخی، در این اتفاقی جنبش دادخواهی در واقع به تمام خونه ها رفت، به تمام درای کوچه ها رو زد. امروز دیگه دادخواهی نشده، نمی‌بینیم. بنابراین خود این کشتار، این جنایت هولناک که اتفاق افتاده، ما رو در کنار هم قرار دادید، چه بخوایم چه نخوایم. دادخواهی الان یک پرچمه. این کشتار این پرچم رو بزرگ کرد و در عین حال زمانی که ما داریم صحبت میکنیم هنوز نصف پیکر عزیزای ما پیدا نیست. خانواده دارن میگردن. باید کمک کنیم، باید برای پیدا کردن عزیزامون. حتی ما الان خبر نداریم چه تعدادی کشته شدن، چه تعدادی در زندان هستن و چه تعدادی دارن حکم اعدام برشون صادر میکنن. همین تریبون ها اولا مسئولیتی که تک تک ما داریم که باید این جنایت هولناکی که اتفاق افتاده در موردش بگیم و جهان باید تکان بخوره. الان این در تاریخ دنیا من میگم، در جهان میگم نیازه. چرا این جنایت؟ ببینید 2 روز اتفاق افتاد. ما تجربه جنایتی می‌بینیم داریم. پنجشنبه و جمعه 18-19 دی ما کشتار شد. کشتار یعنی همینطوری میزدند. تازه ما اخبار تازه هنوز باید منتظر باشیم جهت اطلاع بینندگان، چون میدونن اینترنت تا الان هنوز قطع و بسته. ولی یک جنایت هولناک باید خانواده رو در آغوش بگیریم. خبری اومده بود، یکی از دختران جوان گفت به همسایه بغلی
در میزنم، 2 عزیز از دست داد. به نزدیک دکان بقالی که ازش خرید میکرد رفته، رجوع کرده، دیده کشته شده. ببینی از ورزشکار، از هنرمند، از شاعر، هر کی رو میبینید در این کشتار بوده. بنابراین با هم بودن و صدای باید از خود دل جامعه، ما هم که اینجا هستیم، گره بزنیم این 2 تا صدا. جنایت بیش از این که فکر می‌کنیم هولناکه، هنوز اخبار دقیق به ما نرسید. ممنونم از توضیحاتت مرسده. قطع اینترنت، سانسور رسانه‌ای و سرکوب فعالان، تلاش حکومت برای خاموش کردن صدای اعتراض و جنبش‌های اجتماعی. هژار علیپور، در چنین فضای امنیتی چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم یا انجام داد تا صدای خانواده‌های داغدار، معترضان، طبقه کارگر بدون سانسور منتشر بشه و به افکار عمومی و جامعه جهانی برسید؟ ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما مهمون عزیز برنامه و بینندگان و شنوندگان و مردم آزادی های ایران. خب همانطور که میدونیم در حال حاضر مردم ایران همچنان با قطعی اینترنت و تماس با دنیا خارج روبرو هستند، یعنی بایکوت سیاسی، بایکوت اجتماعی، بایکوت همه زوره رژیم جمهوری اسلامی با سیاست سرکوب و ابزار به جون جامعه افتاده. خب حالا بعضا هنوز تصاویر و مستندات جنایات همین 2-3 هفته گذشته رژیم جمهوری اسلامی در همین اعتراضات دیما که از 8 دی شروع شد رو هنوز کماکان مردم به هر زوره‌ای به بیرون ارسال میکنن با شبکه‌های حقوق بشری، شبکه احزاب و رسانه ها. خلاصه در هر صورت ما میبینیم اوج توحش جمهوری اسلامی و ترس این رژیم از این اعتراضات، از اشکال همبستگی توده های جامعه، از جنبش عظیم دادخواهی که امروز گسترده تر از همیشه شده. این رژیم دست به قتل عام خونینی زده و صدها هزار نفر در حال حاضر، اونهایی که زونشون رو زده، اونهایی که زنده شکنجه شده، مجروح شده، خلاصه چه اونهایی که نونی در بسر ندارن، اینا همه شامل جنبش دادخواهی هستن. این رژیم ترسش از انعکاس دادن مستندات جنایت این رژیم توسط همین مردمی هستش که علیهش به خیابان اومدن، فریاد زدن، نه بزرگ گفتن برای نابودی این رژیم. خب به نظر من در حال حاضر خب که اینترنت همچنان قطعه، کماکان بعضا اخباری میاد، ویدیوهایی میاد، شاهدان عینی دارن میان صحبت میکنن، وصل میکنن خودشونو به اشکال مختلف. خودم تماس هایی داشتم و خب خیلی از ما حتما تو این مدت خب مردم راه های تماس پیدا میکنن، به تاکتیک های دیگه متواصل میشن با اینکه این رژیم کلا دست به سانسور، به سرکوب و در حال حاضر دماوری دیش های ماهواره رو با بالا رفتن مثل راه زدن از پشت بام های مردم که هر گونه تماس از داخل با دنیا خارج قطع باشه و همینطور مردم نبینن که چه خبری هست تو خارج کشور. میلیون ها مردم آزادیخواه داخل ایرانی و خارج غیر ایرانی در در حال اعتراض، در هوای سرد و در هر شرایطی در جلوی پارلمان ها، در خیابون های کشورهای مختلف غربی و امریکا شمالی، در لندن. همین الان ما هر لحظه، هر روزش در شاهد این اعتراضات گسترده هستیم. نگود هیچ وقت نه قابل پیشبینی بود، نه اینکه این رژیم بعد از دهه 60 به این اشکال وحشیانه دست به این کشتار زده. و خب به نظر من همین الان مردم که صدای ما رو، مثلا این اخبار جنایت این رژیم بالاخره دوباره به طوفانی علیه خودش تبدیل خواهد شد، مردم هنوز در شوک هستن، دست به سانسور کل جامعه زده که مردم حتی در داخل کشور دسترسی به تماس و ارتباط با شبکه‌های همبستگی داخل کشور، شبکه‌های اعتراضی، نهادها، احزاب‌ها، تشکل‌های کارگری، تشکل‌هایی که اعتصابات کارگری رو چیز کردن این رژیم، همه رو مثل کره شمالی که مثل کره شمالی بوده، ولی در صورت
به شدیدترین شکل در حال سانسور و خفه کردن صدای مردم است، ولی این مردم می توانند همین الان با خانواده های زنباختگان اعلام به همبستگی کنند. بیشتر از همیشه و ما شاهد بودیم خود این شکل از همبستگی و ابراز همدردی در مراسم خاکسپاری زنباختگان بینام و نشانها خودش یه تودهنی محکم و احتراز کوبنده و حوریانتری دیگری علیه این مافیاهای قاتل در حکومت اسلامی است. ممنونم. با وجود سرکوب مراسم های یادبود، تجمعات دادخواهانه و شبکه های همبستگی مردمی همچنان ادامه داره. مرصد نقش تشکل ها، شبکه های مردمی و ابتکارهای خودجوش در پیوند دادن اعتراضات خانواده های داغدار و جنبش های اجتماعی چیه و چگونه میتوان تأثیر اون رو افزایش داد؟ ببینید این اعتراض از روزی که شروع شد ما در واقع سرکوبش رو میبینیم در 18 و 19 دی‌ماه. قبل از اون ما شاهد این بودیم که تشکل‌های متفاوتی اطلاعیه دادن، همبستگی اعلام کردن، از سندیکای شرکت واحد، از نیشکر هفت تپه و همونجا و حتی سازمان‌های متفاوت که در عرصه‌های اجتماعی کار می‌کردن، نویسندگان، دادخواهان، همه همبستگی رو و اعلام همبستگی. و در ضمن یک نکته در همه اینها وجود داشت: آزادی زندانیان سیاسی. نکته‌ای بود که قبل از این سرکوب خونین خواسته این بود. بنابراین جامعه چون 4 دهه سرکوب کرده این مسئله رو میدونه. مسئله دادخواهی بسیار مهمه. ببینید چون در اون جامعه آخرین باری که شاید 2 هفته قبل از این اتفاق بیفته، بازنشستگان ما یک شعار بسیار مهمی داشتن: معترض زندانی آزاد باید گردد. یعنی چون در اون جامعه اعلام کردن شما به هر دلیلی اگه اعتراض کنید جاتون زندانه، به هر دلیل اعتراض کنید سرکوبه. بنابراین این جنبش یه همبستگی اجتماعی داره ایجاد میکنه، یه همبستگی سازمانی. چرا اینو میگم؟ برای اینکه ببینید همونطور که حضرت عزیز گفت، ببینید وقتی مراسم ها رو شما توجه میکنید، مراسم ها دیگه سنن مذهبی نداره. همین دیروز ما دیدیم عزیز ما رو کشتن، یه هفته دیگه تولدش بوده، اومدن اونجا دارن دست میزنن، دارن آواز میخونن. این گسترش پیدا کرده. یا میبینیم یکی از دادخواهان ما، مادر سیاوش محمودی، لیلای عزیز ما، با یه ویدیو کوتاه عمق فاجعه و همبستگی نشون میده. میگه دیگه اینجا لاله نکارید، لاله نکارید، لاله های ما رو کشتن. خیلی دردناک بود. با این جمله که لاله نکارید داره عمق فاجعه نشون میده. در این حال همبستگی داره اعلام میکنه، میگه همه باید بیایم. میگه قطعه که سیاوش هست دیگه جایی نمونده در این فاصله کوتاه. بنابراین نقش جنبش های اجتماعی که واقعا اعتراضات جنبش های اجتماعی ما ببینیم بعد از 1400 شاید در دوره 12 روزه جنگ یکم عقب نشست و ما قبل از این سرکوب دیدیم هر روز این جنبش های اجتماعی در خیابونن. و نکته بسیار مهم که این شعارها به دست این جنبش های اجتماعی اومده. شعار ببینید زندانی سیاسی آزاد باید گردن، لغو مجازات اعدام، این جنبش های اجتماعی داره به هم گره میزنه و این دادخواهی که پرچمش. و یه اتفاق دیگری که به نظر من هم قبل از این افتاده بود، بعد از اوجش باید بگیم از دهه 60 تا به امروز 1400 بود، یه همبستگی در جنبش دادخواهی شکل گرفت. هرچند جریانات راست خواستن این همبستگی رو در واقع از توش نفاق بندازن، جدایی بندازن، ولی پرچم دادخواهی ما هم پرچم عدالته. این تونست جنبش های اجتماعی رو با هم گره بزنه. من الانشم ببینید اینترنت شکسته بشه، یعنی من میدونم همینم الانم تمام کوچه هایی که دادخواهن، من ایمان دارم به این قضیه، خانواده همه با هم، همه اعتراضات. الان ما میبینیم از الهه محمدی خبرنگاری که داره میگه که تهران در سوگ برف اومد، هیچ کی نگاه نمیکنه. نسرین ستودی میگه ما زندگی داریم میکنیم در تونل مرگ،
همه اینا پیام همبستگیه. همه اینا نشون دهنده اینه که ما میتونیم در کنار هم قرار بگیریم. ما امروز در شرایط بدی هستیم با این در واقع خلوت کردن خیابون ها. نیروی یک حکومت نظامی نانوشته وجود داره، ولی این به محضی که بشکنه اون همبستگی اجتماعی که مورد نظر است، اون سازماندهی که مورد نظر است، به نظرم به سرعت شکل. سپاسگزارم. حکومت تلاش میکنه اعتراض، دادخواهی و همبستگی اجتماعی رو جرم انگاری کنه. حجار، چه راهکارهایی میتونه برای مقابله با سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت به کار برد و چه انتظاری میتوان از نهادهای بین المللی، رسانه‌ها و جامعه جهانی داشت؟ خب همانطور که مرسده عزیز هم اشاره کردن، خب ما میدونیم که تنها سلاح مردم مبارزه، مقاومت در برابر توحش و بربریت حاکم هست. خب اعتراضات در اشکال گوناگون گره خورده به جنبش‌های متفاوتی که در حال حاضر در کل جامعه ایران وجود داره. جنبش دادخواهی، جنبش مبارزاتی معلمان، پرستاران، بازنشستگان، کلا تشکل‌های کارگری، اجتماعی، زیست محیطی، در دفاع از حقوق بشر و انسانیت و حق حقوق که مردم ایران سالیان سال ازش محروم بودن. فرقی نمیکنه حتی تو قلب تهران باشه، تو هر یا روستایی که در بلوچستان یا کردستان باشه. خب مردم ایران تشنه رفاه همگانی، نه اینکه نسبی، کل آزادی، کل برابری. خب مردم ایران تو 100 سال گذشته زیر سکمه های استبداد و فاشیسم و دیکتاتوری و همه اینها له شدن. حقوقشون نه تنها پایمال شده، خونشون در شیشه ریخته شده توسط این رژیم های هار استبدادی، رژیم های فاشیستی، رژیم های دیکتاتوری، رژیم های سرمایه‌داری، رژیم هایی که مزدوران سرمایه‌داری غربی بودن. مملکتی که بر کوهی از منابع ثروت های افسانه‌ای از زیرساخت‌هایی که این همه امکاناتی که در اون زمین هستش، مردمش یک مشت خاک نصیبشون شده، نه نفتی، نه هیچی، نه درآمدی مثلا به جز فقر و گرسنگی و بی‌حقوقی. و ما شاهد هستیم همه اعتراضات گره خورده در اشکال مختلف و این گستردگی اعتراضات این خیزش رو به بار آورد. مردمی که مثلا همه صفوف از طبقه محروم و طبقه گرسنه و بیکار همه رو آورد تو خیابون‌ها. خب تشکل هایی که مثلا وجود دارن، ما اگه همین کردستان رو مثلا مثال بزنیم، ما جنبش آدم برفی ها رو داشتیم، جنبش دفاع از حقوق زنان، هر مناسب و مناسباتی مردم همیشه همبسته و پیوسته با هم بودن و اینکه خب بایستی در حال حاضر که ما با سانسور شدید روبرو هستیم، بایستی از این سانسور گذشت، در واقع دیوار سانسور رو شکست، با حله تبلیغات حکومتی مردم متشکل بشن، شبکه‌های همبستگی خود را تقویت کنن. مرسده هم اشاره کرد، یعنی همبستگی و مقاومت و مبارزه و در حال حاضر همین دادخواهانی که میتونن با هم دیگه در کنار هم باشن، میتونن اسناد جنایت و روایت خود را به عنوان شاهدان زنده و عینی این قتل عام گسترده‌ای که این رژیم مرتکب شد، منظر شد، در صورت برای فشار بر افکار جهانی در اختیار رسانه‌هایی که واقعا قابل اعتماد هستند، صلاحیت این کار رو دارن که صدای مردم ایران رو انعکاس بدن روی به سازمان‌های حقوق بشری و در سطح گسترده بین‌المللی. اینها راههایی هستند که مردم میتونن. خب در هر صورت مردم ایران کلا داغدار هستن، نه تنها اونی که عزیزش رو از دست داده، زخمی شده، مجروح شده، زندانی شده. همه مردم، همه ما یه درد رو داریم، باهاش رو دوش همون میکشیم. سنگینی این درد، این جنایت، این خون ریختن ها برای به جرم آزادی، به جرم این که میخوان مثل یه انسان مدرن امروز، مثل که مثلا از حقوق متساوی شهروندی، حتی تو بلوچستان خیلی اصلا شهروند محسوب نمیشن، نه تنها شناسنامه ایرانی ندارن. نگاه کن مثلا. خب این مسائل، این مصائبی که جمهوری اسلامی بر یک جامعه 90 میلیونی تحمیل کرده، اعمال کرده، مردم رو به عنوان گروگان و سپر انسانی در اختیار داره، مردم از اینها گذشت کردن، کار به استخون رسیده دیگه.
راه بازگشتی وجود نداره. مردم قاطعانه خب عزم لازم کردن برای اینکه برای همیشه از این سرکوبات، از این تبعیضات، از این حکومت اعدامیان، از این حکومت متجاوزان، دزدان، فاشیستان، حکومتی که اصلا بوی از انسانیت نبردن، بوی از هیچ چیز نبردن و اینها در حال گذر از این هستن و پایان دادن به آن. و همین تجمعات اعتراضی، مراسمات یاد جانباختگان، دیدار و رفتن به سر زدن به خانواده های دادخواه و پیوست کردن همه این خشم هایی که انباشته شده میتونه ضربه نهایی رو به این رژیم وارد کنه. و این رژیم خب همیشه دنبال سناریو سازی است، دنبال این که علیه مردم مستند سازی کنه، پرونده سازی کنه. مردم دیگه از این اهمیت نمیدن. این رژیم خودش خوب میدونه ما بایستی این مردم ایران هستن، تصمیم گیرنده سرنوشت آینده خودشون هستن و بایستی این کار رو رقم بزنن. رهبران کارگری و هزاران، صدها هزار انسان شریف و در واقع با تجربه و ماهر در داخل کشور وجود داره که اصلا نه نیازی به دخالت خارجی است، نه تراشیدن یه شاه، یه شیخ، یه دیکتاتور دیگه. مردم خودشون تصمیم گیرنده آینده زندگی خودشون و فرزندان و یک جامعه مدرن و نوین انسانی هستند. در پایان برنامه فرصت داریم تا پیام اصلیتون رو به مردم، فعالان و جامعه جهانی منتقل کنید. چه پیام نهایی و چه فراخوان مشخصی برای ادامه اعتراض، تقویت همبستگی و پیشبرد دادخواهی وجود داره؟ مرسی قائدی، لطفاً شما بفرمایید. پیام من اولا در جوامعی که داریم زندگی میکنیم باید مردم این جامعه، هر کشوری که هستیم، بیان با ما در خیابون. همون کاری که در فرانسه اتفاق افتاد. باید بگیم دیگه سکوت در مقابل این جنایت کنار جنایتکاران نیستیم. مردم جدا از دولت‌ها هستن. مردم این جوامع، من تک تک این مردم و همه ماهایی که در خارج هستیم میخوایم که صدای این جنایت رو هولناک باشیم. مسئله اولی. مسئله دوم، هرچند که من میدونم اینا دارن سکوت میکنن، اولین مسئله اینه که همین نکته‌ای که گفتن، فقط کمیسیون حقیقتیاب شکل نگیره که دوباره مثل 1401 پرونده جمع کرد ولی گفت من قدرت اجرایی ندارم. باید به جرم جنایت علیه بشریت دادگاه لاهه بیاد سران این حکومت رو به جرم جنایت به علیه بشریت باید محکوم کنه و ما کاری بکنیم که اینا اجازه نداشته باشن. جنبش دادخواهی بهشون اجازه نمیده. بعد از این کشتاره که به ما تحمیل شد و تمام این کشتارا، ما اجازه نمیدیم پاشون بزنیم. و یک مسئله همونطور که حجیر عزیز گفت، ما در خیابون میمونیم همراه مردم. هرچند ما نیروهایی بودیم که سالها خیابون رو انتخاب کردیم، سالها قدرت ما در خیابون بود. ما در جلوی سفارت ها، در جلوی پارلمان ها همیشه صدای آزادی خواهی مردم بودیم. اما امروز باید بگیم مسئله که از تک تک همه این جوامع مسئله زندانه. من واقعا به عنوان یک زندانی سابق نگران تک تک بچه‌های زندان هستم. آمار نداریم، دستگیری بالاست، خانواده‌ها نشان از فرزندانشون ندارن. به هر جایی که وجود میکنیم، پرچم مبارزاتی ما در خارج از ایران، هر روزی که در خیابونیم، مسئله زندانی سیاسی آزاد باید گردد، باید تمام دنیا رو تکون بده. باید و من به عنوان یک دادخواه میخوام که پیامم اینه، هممون باید پیاممون باشه، تمام این سفارت ها رو ببندن، تمام این مزدورا رو اخراج کنن، در سفارت ها باید بسته بشه. و مسئله اینه که ما باید از اینترنت که خودش الان خیلی حرکت اعتراضی شد، وصل اینترنت و جلوگیری از اعدام هایی که اژه‌ای قول شده. ما نمیذاریم اژه‌ای این کارو بکنه. اژه‌ای همین امروز صحبتی داشت، گفت ما فرصت نداریم، بحث دادگاه‌های انقلاب شده دوباره به جلوی ما آورده. ما باید دست این جنایتکاران رو کوتاه کنیم و جان هزاران هزار انسان ما که در زندان‌های هستن، چه قبلا بودن چه الان دستگیر شدن، در خطره. بنابراین هممون باید در کنار هم بستیم
به هر جایی که امکان داره باشیم تا بتونیم همون، من اعتقاد دارم بلافاصله اگه تمام این فضا بشکنه، همراه مردم در خیابون که هستن، ما هم در خارج ایران تا سرنگونی این حکومت و برسیدن آزادی و سپاسگزارم از توضیحاتت مرسده. هژار، اگر شما هم نظری داری لطفا کوتاه برای ما نظرتون. خب صحبت های تکمیل کننده رو مرشد عزیزم گفتن، منم همین نظر رو دارم. و خب به عنوان پیام آخر خطابم به مردم ایران است. خب شما در خارج کشور تنها نیستید، حتما میدونید، خبر دارید، در تماس هستید. میلیون ها انسان شریف در خارج کشور قلبشون با مبارزات شما در دفاع شما در خیابون ها هستند. در هر کشوری ما صدای انعکاس دهنده شما مردم ایران هستیم و وظیفه هر انسان شرافتمندی است که قلبش برای مردم ایران میتپه، قلبش برای آزادی و همه اون خونهایی که ریخته شده میتپه. نگران عزیزانش در ایران هستند. خودش بخشی از این 40 و چند سال حاکمیت ننگیر اسلامی به عنوان قربانی این رژیم هستش. و ما در داخل ایران مردم میتوان مثل همیشه با حضور خودشون در حمایت از همدیگه، مثل همون دوران پاندمیک به کمک همدیگه بشتابن، با همدیگه سر بزنن. مراسم یاد جانباختگان یا خاکسپاری عزیزانی که رفتن رو با شکوفتر و به اعتراضی کوبنده تر تبدیل کنن علیه رژیم. و ما در هر صورت این رژیم راهی به زوس نابودی جلوی خودش نداره، خودش اینو خیلی خوب میدونه. در هر صورت دادخواهی، مبارزه و رسیدن به یک زندگی انسانی بهتر ادامه داره بعد از این رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی. و ما فریاد همه این بصداها و این بی‌حقوقی هایی هستیم که رژیم جمهوری اسلامی زندگی همه ما رو سیاه و تاریک کرده است. سپاسگزارم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بار دیگر از طرف کانال کولبران و سوختبران به تمام خانواده‌های داغدار و داغ دیده در ایران تسلیت میگم. امیدوارم تسلیت ما رو پذیرا باشید و یاد و نام تمام جانباختگان راه آزادی رو گرامی می‌داریم. به پایان برنامه رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید. روز و روزگار خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنم.